سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تاکید مسئولین وزارت صنعت و تجارت بر تقویت تولیدات داخلی کشور. دستگیری دو جادوگر حرفه‌ای در ولایت‌های سرپل و ننگرهار. و افزایش شمار جانباختگان ناشی از سیلاب‌ها و رانش زمین در اندونزیا. امروز دوشنبه دهم ماه قوس سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مسئولین وزارت صنعت و تجارت میگوید که تلاش‌های جدی بر تقویت تولیدات داخلی کشور جریان دارد. مولوی قابل محمد عابد رئیس نمایشگاه‌های این وزارت در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی و بین‌المللی صنعت و فرهنگ افغانستان در کابل گفت چنین نمایشگاه‌های گام بزرگی در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی مردم است و افزود که وزارت صنعت و تجارت در سال جاری 52 نمایشگاه را برای رشد تولیدات داخلی و سرمایه‌گذاری در ولایت‌های مختلف کشور برنامه‌ریزی کرده است و گفته آقای عابد در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر فرصت سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده است و ای از سرمایه‌گذاران خواست تا از این فرصت برای پیشرفت سکتور خصوصی استفاده کرده و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات میگوید که محتسبین در ولایت‌های سرپل و ننگرهار دو جادوگر حرفه‌ای را به دلیل انجام اعمال خلاف شریعت اسلامی و دریافت پول شهروندان بازداشت کرده است و گفته این وزارت این جادوگران با انجام اعمال خلاف شریعت اسلامی پول‌های هنگفتی از مردم اخذ کرده بودند که پول‌های اخذ شده دوباره به مالکان اصلیشان بازگردانده شده است. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات میگوید که بر اساس آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت در 7 ماه نخست سال جاری 19,971,000 کیلوگرم میوه خشک از هرات به بیشتر از 20 کشور جهان صادر شده است. به گفته این دفتر ارزش مجموعه این صادرات به بیش از 75,700,000 دلار میرسد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 برابر افزایش را نشان میدهد. این دفتر افزوده که میوه‌های خشک صادر شده شامل بادام، پسته، انجیر خشک، کشته زردآلو، انواع کشمش، آلو بخارا، مغز پسته، چارمغز و نخود بریان می باشد. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات همچنان گفته که این صادرات به کشورهای اتریش، بلژیم، کانادا، هلند، آلمان، آمریکا، ایران، قطر، ترکیه، هند، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر انجام شده است. و در اخیر شبکه خبری الجزیره به نقل از اداره ملی مدیریت حوادث طبیعی اندونزیا گزارش داده که شمار جانباختگان ناشی از سیلاب و رانش زمین در این کشور به 442 تن افزایش یافته. و گفته مقام‌های اندونزیا بیشتر از 400 تن دیگر در 3 ولایت این کشور از جمله سوماترای شرقی و سوماترای غربی و آچن ناپدید شدند. بر بنیاد گزارش سیلاب‌ها به شدت جزیره سوماتری را تحت تاثیر قرار داده و هزاران نفر را بدون دسترسی به نیازهای اولیه گذاشته است. در همین حال بر اثر سیلاب‌های اخیر در سریلانکا 193 تن جان باخته و 228 تن دیگر ناپدید شدند. بر اساس گزارش‌ها این سیلاب‌ها بیشتر از 25,000 خانه را در سریلانکا تخریب و حدود 147,000 تن را آواره کردند که در نتیجه در کلمبیا پایتخت این کشور وضعیت اضطراری اعلام شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.